برای من جای سواله چطور پسر یا دختری یا زن یا مردی این همه تلاش میکنه برای به دست آوردن یه خانومی یا آقای حالا هرچی، این همه تلاش میکنه تا اون شخص رو به دست بیاره. زمانی که اون شخص رو به دست میاره، حالا یا ازدواج میکنه یا یه مدت باش میمونه، خسته میشه، اینجاست که شبکه منفی ورود میکنه و اینجاست که من میگم هیچ قدرتی بالاتر از مهربانی نیست. شبکه منفی نمیذاره شما در مهربانی باشین، نمیذاره شما عشق تجربه کنین، چون عشق یکی از 4 تجربه مهم شماست. شما عشق تجربه کنین که از این مرحله رد میشین، اون میخواد هی شما رو نگه داره، هی در این بعد سوم شما رو نگه داره، اینقدر بری بیای، چون اونا انرژی تو رو میخوان. تو هرچی اینجا تناسخ پیدا کنی بیشتر به نفع ماورا از ما برده ساخته، انرژی ما رو میخواد. لطفاً با عشق و مهربانی و خوشقلبی از خودت حفاظت کن. دوست قشنگ من، خالق ما در درون همه ما یک سری قدرت ها گذاشته، قدرت نقد و درک و بررسی و فهم و شعور و تحلیل. یعنی ما هر آن چیزی رو که ببینیم و بشنویم میتونیم تحلیل و نقد و بررسیش کنیم در درون ما. اما شبکه منفی اونقدر فرکانس ما رو پایین آورده که ما رو اونقدر در خشم و کینه و نفرت و سیاهی و پلیدی و رنج و عذاب نگه داشته که ما اصلا به این فکر نمی کنیم، اصلا ما دنبال خالقمون نمیگردیم. ما فقط صبح بیدار شیم، کار کنیم، شب بیایم خونه بخوابیم بخوریم، همین. حالا امشب من در لایو نکته مهمی رو بهتون میگم. خیلی از افرادی هستن که از پرخوری عذاب وجدان میگیرن. اینم میدونین یه نوع آگاهیه. زمانی که تو آگاه بشی، شعورت تو زیاد بشه، بالا بره، فرکانست بالا بره، تو به خورد خوراک خودت هم توجه میکنی، زیاد استفاده نمیکنی. اینها براتون عجیب نیست؟